از کتاب حاجی آقا اثر زنده یاد صادق هدایت بیش از 90 سال پیش. حاجی آقا خطاب به مجمع الشرعیه: هر جوری که میتونی نگذار مردم فهمشون زیاد بشه. بهشون بگو هرچی هست همینه که ما به شما میگیم و خارج از گفته ما کفر است و باطل. هیچ وقت نگذار غمه و زنجیر، علم و کتل از دست مردم بیفته. اگه روزی بیاد که مردم اینا رو زمین بندازن و کتاب به دست بگیرن، اون روز باید بریم و این عیش مدام رو رها کنیم. اگه تونستیم اینجوری مردم رو حفظ کنیم، هزاران سال بر اونا سواریم و از خریتشون ثروتمند و محترم زندگی میکنیم. اگر در هر 1000 نفر یکی هم مثل این شاعر چرنباف پیدا شد، نترس و فوری اتهام کافر بودن به